You cannot compare Jesus with Muhammad. Jesus never killed a person. He never killed an apostate. He never waged a war. So he was a role model for me. That's why I left Muhammad and I wanted to follow Jesus. When I studied the life of Muhammad, in 10 years, he waged 83 wars in 10 years, 27 wars and 56 raids in 10 years. And you are going to teach me that Islam is peaceful? No, it's not peaceful. Are you going to give a Nobel Prize for somebody who waged 83 خداوند wars? بخشاینده مهربان، دو سوال دارم، هم از این شخص و هم از افرادی که این سخنان رو تکرار میکنن. یک، جنگ بهتر یا صلح؟ من هیچ شکی در این ندارم که هر انسان منصفی گزینه صلح رو انتخاب میکنه. اما سوال دوم، جنگ بهتر یا ذلت؟ و در اینجا هم هیچ شکی ندارم که انسانهای آزاده، انسانهای اهل انصاف گزینه جنگ رو انتخاب میکنن به جای پذیرش ذلت، مگر اینکه هیچ بستری وجود نداشته باشه، مگر اینکه واقعا هیچ راهی وجود نداشته باشه، وگرنه انسان آزاده ذلت رو نمیپذیره. متاسفانه این افراد به صورت یک طرفه، ظاهربینانه و سطحی میان به تاریخ صدر اسلام نگاه میکنن و در مورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله این قضاوت‌های نادرست رو انجام میدن. برید سیره مبارک رو بخونید که افرادی که دشمن رسول الله صلی الله علیه و آله و یارانش بودن از چه فتنه‌ای و از چه شری فروگذار که نکردن. اینها چه کاری از دستشون برمی اومد و انجام ندادن. نقشه کشیدن که پیامبر رو ترور بکنن، کاری کردن که مسلمان ها هجرت کردن و تمام مال و اموال این مسلمان ها رو تصاحب کردن. وقتی که در اونجا بودن یک جنگ های ایجاد کردن. وقتی که شما به جنگ احزاب نگاه بکنید چه لشکریان بزرگی رو آوردن و مسلمان ها رو محاصره کردن که اگر موفق می شدن و از اون خندق عبور می کردن تمام مسلمان ها رو قتل عام می کردن. آیا اینها دیده نمیشه؟ و دفاع رسول اکرم صلی الله علیه و آله از خودشون و اینکه ذلت رو قبول نکردن دیده میشه و به عنوان جنگ طلبی مورد قضاوت قرار میگیره. واقعا خیلی بی انصاف هستن افرادی که این گونه به موضوعات نگاه میکنن. بعد در فراز دیگری از سخنانشون این شخص میگه من به این دلیل محمد رو کنار گذاشتم و عیسی رو انتخاب کردم. حضرت عیسی علیه السلام پیامبر خدا بوده. اگر کاری انجام داده الله متعال بهشون فرموده. اگر جنگی انجام نداده و اگر بستری وجود نداشته برای اینکه حضرت عیسی جنگ انجام بده حتما الله متعال بهشون نفرموده. این افراد تسلیم خدای متعال بودن. اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله از مقطعی فرمود که الله متعال اجازه داده که جنگ انجام بشه دستور خدا بود. در اون جایی که جنگ انجام نمیدادن باز دستور خداوند متعال بود. لذا به جای اینکه بگید من محمد صلی الله علیه و آله رو کنار گذاشتم و عیسی رو قبول کردم، ما باید هممون الله متعال رو بپذیریم. این افراد فرستاده های خدا بودن، نه اینکه من این اشخاص رو پرستش بکنم. العیاذ بالله. شرایط و احوال نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله این گونه اقتضا کرده که خدای متعال این گونه به ایشون دستور داده که حکومت تشکیل بدن و در این راستا ساختار سیاسی وجود داشته باشه و لشکر داشته باشن و اگر افرادی خواستن به این مسلمان ها حمله بکنن از خودشون دفاع بکنن، نیرو داشته باشن. اما برای حضرت عیسی علیه السلام چون این بستری وجود نداشته. چرا؟ چون الله متعال ایشون رو در این مقطع فرستادن. برنامه‌ریزی برای نبوت این بوده که چون این چیزی نباشه. اما این که شما میگید ایشون این نبوده و ایشون این بوده، این برمیگرده به نگاه سطحی شما.